салом бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи фарҳанги ҳуқуқӣ ро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар ин барнома меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шарҳ ва тавзеҳ дода мешаванд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дастоварди ниҳоят муҳим ва арзишманди мардуми шарифи Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ ба ҳисоб меравад. меъёрҳои он ба мақсади баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ, тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон ва таъмини риояи талаботҳои қонунгузорӣ аз тарафи ҳар як шаҳрванд тафсир карда мешаванд. Дар нашри навбатии барномаи фарҳанги ҳуқуқӣ моддаҳои 22, 23 ва 24 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тафсир ва шарҳ дода мешаванд. طبق طلبات ماده 22 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان منزل شخص دخل‌ناپذیر است. با منزل شخص زوران در آمدن و کسی را از منزل محروم کردن منع است. با استثنای مواردهایی که قانون مقرر کرده است. در این مورد گفتن به مورد است که منزل شخص و حیات شخصی او دخل‌ناپذیر است. موافق مقررات پیمان بین المللی عاید به حقوق شهروندی و سیاسی دخل‌ناپذیری منزل در قطار دخل‌ناپذیری حیات شخصی و عائلوی گذاشته شده است. این یکی از وظیفه‌های مهمی ماده نام برده به حساب می رود. قید کردن به مورد است که مفهوم منزل معنای وسیع دارد. متخصصان مفهوم منزل را به دو معنا شرح دادند، به معنای وسیع و معنای محدود. به معنای وسیع منزل این خانه است که شخص یا گروه شخصان دائمی و یا موقتا در آن زندگانی می نمایند. خانه های علاهیده، مهمانخانه، خوابگاه، منزل استراحتی، بوستان سرای، پلاتکای سیاحی، قرارگاه و غیره. به معنای محدود و صفت منزل استقامتی اعتراف می شود که به طلبات معیارهای تکنیکی و سانیتری جوابگوی بوده احتیاجات شهروندان را برای در آن زندگی کردن قانع می گرداند. اگر سخن درباره دخل‌ناپذیری منزل رود، فرق ندارد که شخص در چی گونه منزل زندگی دارد. زیرا در کدام منزلی که شخص زندگانی نکند، منزل او باید دخل‌ناپذیر باشد. هر رفتار غیرقانونی که نسبت به منزل شخص روا دانسته می شود، قانون منع کرده است. در موردهای ویران کردن دخل‌ناپذیری منزل، شخص گناهکار ممکن است به جوابگری مأموری، جنایتی، انتظامی و مدنی کشیده شود. در ماده 23 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مقررات عاید به محرمیت مکاتبه، صحبت‌های تلفنی، مراسلات، مخابرات شخص تامین کرده می شود پیش بینی گردیده شده است و استثنای موردهایی که در قانون نشان داده شده است. درباره حیات شخصی انسان بروزگی او جمع نمودن، نگاه داشتن، استفاده و پهن کردن معلومات منع است. محرمیت مکاتبه، صحبت‌های تلفنی، مخابرات شخص یکی از حقوق‌های اساسی کنستیتوسیونی شخص به حساب می رود. از این رو تامین کردن آن از طرف کنستیتوسیا کفالت داده می شود و آن در نوبت خود عهدهداری شخصان منصبدار و همه کارمندان مقامات دولتی به حساب می رود. طلبات ماده تفسیر شونده اخباری را که آدمان بین خود مبادله می نمایند از فاش نمودن امین نگاه می دارد. در زیر مفهوم اخبارات همه گونه مکاتبات، گفتگوهای تلفنی، مراسلات پشتوی یا تلگرافی و دیگر معلومات فهمیده می شود. با مقصد تأمین اجرای حقوق شخص به محرومیت مکاتبه، گفتگوهای تلفنی، مراسلات و اخبارات تلفنی و کفالت دادن بر رعایت آن، کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در ماده 146 ویران کردن این حقوق شخص را جنایت اعتراف نموده برای آن جوابگری جنایتی پیش بینی نموده است. قسم دومی ماده تفسیر شونده چنین کفالت می‌دهد که معلومات درباره حیات شخصی انسان سر شخصی میباشد و بی‌روزگی او جمع نمودن، نگاه داشتن، استفاده و پهن کردن آنها منع است. شخصانی که حقوق و منفعت‌های با راه جمع کردن، نگاه داشتن، استفاده نمودن یا پهن کردن معلومات درباره حیات شخصی آنها را ویران کرده شدند، می‌توانند برای حمایت به سود مراجعت نمایند. ماده 24 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان پیش بینی نموده است شهروند با مسافرت، انتخاب آزادی محل زیست، ترک جمهوری و بازگشت به آن حقوق دارد. ماده مذکور یکی از حقوق اساسی شهروند را که به نوع حقوق آزادی‌های شخصی شامل است مورد اعتراف و تنظیم قرار می‌دهد. آزادی حرکت از حقوق طبیعی انسان است که امکانیت زندگی آزاد و جای وسکنی شخصی را به شهروند پیشنهاد نموده برای تأمین حیات شخصی آزاد زمینه می‌گذارد. بدون آزادی حرکت شهروند دایر با آزادی حیات شخصی و آزادی شخصی حرف زدن دشوار است. این حقوق در همه سندهای بین المللی از جانب عموم اعتراف گردیده به صفت حقوق اساسی شخصی قید شدند. در ماده تفسیر شونده چنین حقوق شخصی شهروند مقرر شدند.
حقوق و مسافرت، یعنی شهروند در داخل کشور و بیرون از آن امکانیت آزادی سفر کردن دارد. وابسته به امکانیت می تواند در داخل کشور و یا خارج از آن به سفر دائمی یا موقتی مشغول شود. حقوق انتخاب محل زیست، شهروند در حدود جمهوری و یا خارج از آن حقوق آزادانه معین نمودن محل زیست را دارد. شخص می تواند محل زیست خود را به اختیار خود در حدود ناحیه ها، شهرها و جماعت های شهرک و دهات آزادانه معین نماید. او می تواند دائمی و یا موقتی محل زیست را انتخاب نماید. حقوق ترک جمهوری و بازگشت به آن، این حقوق دو جانب دارد. یکی حق ترک جمهوری با مقصدی معین موقتی و یا دائمی، دیگر بازگشت به جمهوری. در هر دو حالت نیز شهروند آزادانه حقوق دارد حق خود را عملی نماید. ترتیب ترک جمهوری و بازگشت به آن مطابق قانونگذاری کشور صورت گرفته. در این روند به خاطر امنیت و بخطری جمعیتی به جا آوردن رسمیات دخلدار شرط و ضرور به حساب می رود.